این اون سسیه که خیلی دوست ندارن شما یاد بگیرید. سس شکلات امریکایی. جانم. فلفل قرمز، فلفل سیاه، سیر خرد شده، یه مقدار سیسام میخوایم، من خردلش انتخاب کردم، و روغن زیتون. ماساژ میدیم، 2 ساعت هم استراحتش میدیم. حالا بریم سراغ سس. اول بالزامیک میخوایم. سیر، فلفل سیاه، حالا نمک رو اضافه میکنیم یا عصاره مرغ. اجازه میدیم 1/3 حجمش کم بشه. از روی حرارت بر میداریم و خامه رو اضافه میکنیم. شروع میکنیم هم زدن تا یه دست بشه، بعد میذاریم روی حرارت، 2 دقیقه حرارتش میدیم. قارچ رو اضافه میکنیم، 1 دقیقه تفتش میدیم. 2 دقیقه حرارت میدیم و تمام. سیسام یکی از هنراش اینه که با انگور بالزامیک درست میکنید. شما هنرت چیه؟ با انگور چه چیزای دیگه میتونید درست کنید؟